حسن‌الله کفایت‌الله هستم، شهروند جمهوری اسلامی افغانستان که در تاجیکستان نسبت به دوستی که به ما مساعد گردید در شهر کولاب دانشگاه دولتی به نام عبدالله رودکی تحصیل می‌نمایم. رشته ژورنالیسم روزنامه‌نگاری. توانید شما برای نوروز برای کلی مثلا فارسی زبانان در قدم نخست از نام جمهوری اسلامی افغانستان نوروز باستانی را به تمام مردم تاجیک تبریک میگویم. امیدوار هستم که همیشه شاد و خرسند باشید. از خداوند منان سلامتی برای همه مردمان نوروز روزگار آرزو دارم. امروز جمالی تو بر دیده مبارک باد، بر ما هوسی تازه پیچیده مبارک باد. گلها چو میان بندد بر جمله جهان خندد، ای پر گل صد چون گل خندیده مبارک باد. نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم، نوروز و چنین باران باریده مبارک باد. تشکر. بازم نوروز برای همتان تبریک میگویم.